امروز در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان آخرین جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کشور در سال 2019 دایر گردید. در آن نتیجه های سال جاری و نقشه های سال آینده فدراسیون فوتبال تاجیکستان مورد بررسی قرار داده شد. کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان از نتیجه فعالیت‌های این فدراسیون در سال سپری شونده خلاصه برداری نموده، همچنین نقشه و برنامه‌ها برای سال آینده را بررسی نمود. مجلس تحت ریاست خورشید میرزا نایب اول پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور و اعضای کمیته اجرایی در تالار مجلسگاه این فدراسیون در شهر دوشنبه دایر شد. موضوع نخست در این جلسه نتیجه فعالیت لیگ ملی فوتبال تاجیکستان در سال 2019 و هدف‌های آن برای سال 2020 بود و مسئول لیگ فوتبال کشور به ترتیب همه کارهای انجام شده را به حاضرین شرح داد. ابراز گردید در موسم گذشته فوتبال کشور در مجموع 277 بازی انجام شده، هم دسته‌های لیگ عالی و هم دسته‌های لیگ یکم از کمک‌های فنی و مالی فدراسیون فوتبال برخوردار شدند و افزون بر این سمینارهای آموزشی زیاد با کارشناسان داخلی و خارجی گزارانده شدند تا سطح و صفت فوتبال کشور بهتر گردد. اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال همچنین مسائل بودجه مالیوی برای سال آینده و اودیتور مستقل فعالیت مالیوی را مطرح و تغییر الهه‌ها به سیاست مالیوی این فدراسیون را بررسی نمودند. در این جلسه اشتراکچیان لایحه مرکزی تکنیکی فدراسیون فوتبال و نیز وظیفه‌های دیرکتوری اکادمی فدراسیون فوتبال و دیگر موضوعها و مسائل‌های رشد عرصه فوتبال کشور را بررسی و نتیجه گیری نمودند.